یزد حسن آباد ساعت 2 بعد از ظهر. افخرا بیا دمه در کسکش کیرم بلند شده. بیا دیگه. ای کیرم تو کس مادر جنده چه خبره زنم تو خونه فهمی؟ اوف چه عجب کونی شدی، در قلب من جا داری. میخوام با همین کله برم تو کونت. اوف آخ نازنین کیره کلوفشم الان میام پایین. بشه چرا آبرو ریزی میکنی؟ ما خود دو ماه شده. به حالا که دومت شدی بیا یک تا ساک سیف برم بزن. بچه امروز خیلی حشره ام. بیا تو بغلم کله بکه پایین پدر سک بزن. کسکش خرد اوف نازنین کونت بشم. دستم نبره تو کونت سک. خود ما ول کن حتی بچه جونم برات میارم. حالا این کونی که میگی کجا تا بچه با این وانته بچه همسایه دیگه اونجا اشته بلند کنم بریم یه خاش بکنمش. چه وانت جونیه. کسی غیر اینیسی برادر زنمه الانم تو خونه مادر زنم و ایناه محرومه و نمیتونم ولی راحت میتونم برات تو جورش کنم. آقا بچه اگر رو کیرم کرده باشه اول خب میام تو خونه دو اینقدر زنه دام بکنم تا کورشم، بعدش هم بکنم تو کسه مادرت که بوگوزه و بره رو هوا. آخ دیشب تا 4 صبح تو فیسبوک بودم. چه کارم داره؟ بچه کنی بیا اینجا بگم چه کاری دارم. حتی ساک بزن خودمون کیرم من بلند کارا نمیکنم ببینم جای بیا اینجا خودم دیون هستی. ساسیو کسی غیر اینیسی هم من قبل نکنه حاجی سیف بودم. حالا آوردمش پهلو تو که تو بچش باشی. حالا من خار ادامه کنم او حاجی سیف هم تو حاجی سیف وایس افتخار منه کونه شما باشم. دست بزرگی بکشید رو کونه ما. نه کونه خشی هم هه. آی ملت این کونه ببینید. حاجی سیف شما تو کار کوس و اینا نیسته چه طرح دوست ندارید خشتون نمیشه کوس تر خمال پک و پوز ما نمله. بیبی ساسی جون کس باسی 2 ساله توی از موت شده سایق بری همه گوله وزو کودوس بود. این کسه شرا ولش کن بذار کیرو کت بلند کنم. حاجی سیف کجا دارید میاد همین الان نکنه همین الان میخواد کونون بزنید دردم میگیره. گونه خرسنده دارم میبرمت پشت کشتار که بیخت دلم همودی فهمیده. ببین ساسی و ساکم برم بزنی. باشه کیره تا آخرش میکنم تو دانو. کسی غیر نیست حاجی سیف خارشم شوجومه برام خوب ساک میزنه. خیال کنم این سندم از پس کیره تو خوب بر بیاد. ببینم زنه دست کونم بده بکنی حالا تو هم بیا کل ده بکن تو کونه من. حاجی سیف قگونه خورد الان میرسید میکنه دم دیه که ایتالا سلاخا کونم فش بدن. از وقتی که 3 تا بچه کنی پهلوان به نامیا کشتن. خدا لعنتش کنه پدر سگا. چطور دیده چاقو زدن تو گردنه بچو. آخ دیگه نمیتونم طاقت بیارم همینجا بخوام بکنمت. هر بکن بیا بره نیست. حاجی اینجا خانو چرا دولت بوده؟ بیا بره پایین. من عضو ثابت استخر کارگرم هستم میدونه حاجی سیف. پس سلاخ کونت شدیم از زانو میزنم جلو این کون. اوف بشم من نواز این کونت بشم. عزیزان با دیدن این صحنه ها اگه فکر میکنید هنوز گوله بازی کار خوبیه پس من ریدم تو حلق باباهاتون. راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی